Assalomu alaykum. این برنامه oyuni asosiy برنامه antiplagati Tojiki است. برنامه از دو oyuna iborat میباشد. یکم oyuna این تفتیشی یا اینکه سنجشی متن با فایزی مانندی با منبع معلومات. دوم در اینجا من تگمه تشکیل و پر کردن بعضی معلومات است. وقتی که این تگمه را پخش میکنیم oyuna زیرین به ما شده میشود. با واسه این oyuna ما منبع معلومات رو پورا گردانیده میتوانیم. متنی که با منبع معلومات میخواهیم همراه کنیم میکشیم. مثال متنی عبدالجبار سروش دفتری 1 است. مؤلف دفتری 1 مؤلف بنویسیم عبدالجبار سروش. گروه به دانشجو می یا اینکه شاعر می یا اینکه نویسنده می اینجا به گروهش نوشته میتونیم. در آینده اسپیرانت می دکتر می اثر دفتر 1 و همراه کنی رو پخش کرده میتونیم. وقتی که همراه کنی رو پخش میکنیم این متن ها به منبع معلومات به نمود خود متن و مؤلف آن اثر گروه و цифровой портрет با زبان روسی میگوید واحدی چینه که متن به نمود عدد همراه کرده میشود. ممکن برای مقایسه کردن متن ها نه خود متن بلکه واحدی چینه که متن цифровой портрет متن مقایسه کرده میشود. در اینجا با صفت цифровой портрет متن یعنی که به نمود عدد گردانیدن متن الفابت کد استفاده می شود. الفابت کد متن حاضر با ما در اینجا تگمه با کلیر هم هست که وعدی همراه کرده شدن متن به منبع معلومات. حاضر متن به منبع معلومات همراه کرده ایستاده شده است. با منبع معلومات همراه شده ایستاده است. خب من خبری به همراه کنی جمله اثری مؤلف با وقتی که تصادفاً با همراه کنی رو با همین اثری مؤلف رو همراه کنی پخش کنیم با ما خبر میدهد که چنین مؤلف و اثر در بعضی معلومات علاقه موجود است. کلیر گوییم اینجا توضیح میشد با از دیگر هر بار همین خیلی منبع معلومات رو پورا کرده میتونیم. بازگشت اکنون oyunu اساسی این oyunu مقایسه شونده یگان متن مقایسه کننده رو سنجش کننده رو میکشیم. مثال از رابطی استول ما متنی که من تیار کردم تفتیش برای من در اینجا من خدا میدونم که یک چند متن ها یک چند شاعران گرفته شده و بعضی جمله ها گرفته نشده است. برای سنجش میسنجیم. سنجش رو پخش میکنیم. متن رو شده سنجش رو پخش میکنیم. من برنامه تفتیش کرده شده است که تفتیش با آخر رسید. همین متنی که ما تفتیش کردیم با فرزانه اثری فرزانه 20% مانند است. یکم دوم با فردوسی 40% مانند. بیژن منیژه اثری فردوسی بیژن منیژه‌اش که 40%، رستم سهرابی 27% و فایز عمومی مانندی همین تکست با منبع معلومات 87% را تشکیل میدهد. آن جایی که مانند است تکست با رنگ زرد یعنی که فون دیگر زرد برنامه رنگ کرده. میتوانیم همین آینه رو یا سخننی کنیم سیو کرده این آینه که تفتیش کرده شد سخننی کرده مونده میتونیم تازه کرده میتونیم و آینه دوم نتیجه رو نیز سیو سخننی کرده مونده میتونیم تازه کرده میتوانیم. انا چنین نمودی برنامه ساخته شده است. برنامه ضد اثردوزی یعنی که آنتی پلاگیات توجیکی است. با فایز مانندی متن‌ها را میبرد.